سلام خدمت دوستان گرامی، خوش اومدید به اولین جلسه از آموزش کتاب 504. ما در 8 درس آموزش میدیم یا 9 درس، 5 تا میریم جلو و هر درسی هم حدود 12 یا 13 تا کلمه یاد. خب بریم برای اولین کلمه. Hardship. خب اولین کلمه hardship بود. hardship به معنای سختی، مشکل. gallant یعنی شجاع. bachelor مرد مجرد، به کسی که هنوز ازدواج نکرده. bachelor مرد مجرد. jealous یعنی حسود. qualify یعنی صلاحیت داشتن، واجد شرایط بودن، یعنی یه جورایی مچ بودن، مچ کردن، همون واجد شرایط بودن. qualify. unaccustomed یعنی عادت نکرده. data یعنی داده ها، اطلاعات. خب ما در اینجا 7 تا کلمه رو یاد گرفتیم، شما نوشتیم و میخوایم همینطوری بریم جلو که اول گویش اصلیشو بشنویم و بعد معنی و اینا. keen یعنی تیز، یعنی نایف کین، چاقوی تیز. oath یعنی قسم، سوگند. در گفتگوها مثلا زیاد قسم میخوریم، oath همون قسمه. vacant یعنی خالی، vacant home خانه خالی. abandon یعنی ترک کردن، رها کردن. tact یعنی تدبیر، ملاحظه. خب ما اینجا 12 تا کلمه رو یاد گرفتیم، شما نوشتیم. میریم برای درس دوم. بریم برای اولین کلمه‌اش. sinister یعنی پلید، شوم، شیطانی. tempt یعنی وسوسه کردن. corpse یعنی جسد، جنازه. recline تکیه دادن. inhabit زندگی کردن. numb بی‌حس، بی حرکت. frigid بسیار سرد. shriek جیغ کشیدن. dismal تاریک یا به هوای دلگیرم میگه dismal. peril یعنی خطر. wager یعنی شرط، شرط گذاشتن. wager. conceal پنهان کردن. خب بریم برای درس سوم. devise یعنی تحریختن، نقشه کشیدن. essential
یعنی لازم، ضروری. مثلا همین essential 504 یا essential grammar in use. پس essential شد لازم، ضروری. wholesale, wholesale, wholesale میشه عمده یا به اونای عمده فروشی هم میگه wholesale. typical, typical, typical یعنی نوعی، کلیشه‌ای. expensive, expensive, expensive یعنی گران، گران قیمت. persuade, persuade, persuade میشه قانع کردن، مجاب کردن. minimum, minimum, minimum یعنی حداقل، متضادش میشه ماکسیموم. پس مینیموم شد حداقل. annual, annual, annual میشه سالانه یا هر سالم میشه گفت annual. blend, blend, blend یعنی مخلوط کردن. visible, visible قابل رؤیت. scarce, scarce کمیاب، کم. talent, talent, talent میشه استعداد. dense, dense, dense میشه انبوه. circulate, circulate, circulate میشه چرخیدن، به گردش در آوردن. descend, descend, descent میشه پایین آمدن. vanish, vanish, vanish ناپدید شدن. enormous, enormous, enormous عظیم، بزرگ یا خیلی بزرگ. vapor, vapor, vapor میشه بخار، دود. predict, predict, predict پیش بینی کردن. villain, villain, villain میشه آدم شرور یا شخصیت منفی یا آدم شیطانی. utilize, utilize, utilize استفاده کردن. eliminate, eliminate, eliminate از بین بردن، حذف کردن. همون delete ولی eliminate. humid, humid, humid مرطوب یا آب و هوای مرطوب. theory, theory, theory یعنی نظریه، همون کلمه فارسی تئوریه theory. خب بریم برای آخرین درس از درس فصل اولمون که کلماتش رو یاد بگیریم. حتما بنویسین و یاد بگیریم. explore, explore, explore بررسی کردن. majority, majority, majority اکثریت. evade, evade, evade تفره رفتن، در رفتن، مثلا تفره رفتن از کاری. evade. burden, burden, burden بار، زحمت یا مسئولیت گرفتن یا مثلا بار مسئولیت. burden میشه بار مسئولیت. tradition, tradition, tradition سنت، رسم. assemble, assemble, assemble یعنی جمع کردن، تجمیع کردن. rural, rural, rural روستایی. debate, debate, debate مناظره.
probe, probe, probe بررسی کردن. probe. reform, reform, reform بازسازی کردن، اصلاح کردن. topic, topic, topic یعنی موضوع. تو اکثر سرفصل‌های زبان‌ها تاپیک اومده. کلمه تاپیک. تاپیک یعنی موضوع. campus, campus, کمپس یعنی دانشگاه یا پردیس دانشگاه. معنی دقیقش پردیس دانشگاه است. کمپس. خب اولین درسمون تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه و نوشته باشید. لذت ببرید. تا درس بعدی